جان دالتون خیمیک و فیزیکدان انگلیس بود که با نظریه اتمی ماده معروف است. او 6 سپتامبر سال 1766 در انگلیا تولد شده است. نظریه اتمی را سال 1803 کشف نموده است. دالتون پیشنهاد کرد که ماده ها از ذره های خرد تقسیم ناپذیر اتم ها عبارتند و در عنصر اتم های خاصی خود را دارد. او تعریف کرد که اتم های الیمنت های گوناگون وزن و خاصیت های گوناگون دارند. دوم، قانون تناسبی معین و شرح داد که ماده ها در ریاکسیه ها به تناسب معین متحد می شوند که اساس شیمیایی معاصر است. سوم، دالتونیزم. دالتون خودش به دیورنگی گرفتار بود و اولین شده این حالت را علمی توصیف کرد. از همین سبب بیماری نافرق کردن رگ‌ها را دالتونیزم می‌نامند. کارهای متئولوژی. او 200,000 مشاهده آب و هوا انجام داد و یکچند اثر علمی در ساحه متئورولوژیا نوشت. دالتون یکی از پایه‌گذاران شیمیای معاصر به شمار می رود. نظریه اتمی او تحولات بزرگ را در علم شیمیا به بار آورد و درکنی ماده ها را عمیق‌تر کرد. 5 نقطه اساسی نظریه اتمی دالتون که سال 1803 گذرانیده بود. یکمین، همه ماده ها از اتم ها عبارتند. اتم ها ذره خردی تقسیم نشونده و نابود نشونده اند. دوم، اتم ها یک الیمنت یا خیلند. مثلا همه اتم های هیدروژن یک خاصیت و یک ماسه دارند. سوم، اتم های الیمنت های گوناگون فرق می کنند. مثلا اتم اکسیژن با اتم کربن خاصیت و ماسه دیگر دارد. چهارم، اتم ها می توانند یک جایه شوند و مولکول سازند. مثلا 2 اتم هیدروژن پلس 1 اتم اکسیژن برابر مولکول آب یعنی H2O می شود. پنجم، در ریاکسیه های کیمیایی اتم ها نهایت دوباره جابجا می شوند ولی نابود یا آفریده نمی شوند. مثال 2 مولکول هیدروژن پلس 1 مولکول اکسیژن با 2 مولکول آب برابر است. در این ریاکسیه اتم ها با هم پیوست می شوند اما یگان اتم گم یا نابود نمی شوند. آنها تنها دوباره ترتیب می یابند. این نظریه اساس کیمیای معاصر شد. بعدتر عالمان فهمیدند که اتم تقسیم شونده است با پروتون، نیوترون، الکترون، ولی نظریه دالتون به علم راه گشود. تحقیقات دیورنگی یا دالتونیزم. دالتون و برادرش رنگ سرخ و سبز را فرق نمی کردند. او نخستین نفری بود که در سال 1794 دالتونیزم را تحقیق و توصیف کرد. مقاله او با نام Extraordinary Fast Relating to the Vision of Colors نشر شد. پس از وفاتش چشمش را تحقیق کردند و معلوم شد که سبب دالتونیزمیش نبودن پیگمنت های معین شبکیه بوده است. دالتون بیشتر از 200,000 مشاهده آب و هوا انجام داده است. وی اولین شده فهماند که فشار گازها در اتمسفر
جمع‌شوی فشارهای هر یک گاز، قانون فشار قسمت. با استفاده از تجربه‌ها ساختار آمیخته‌های گازی را تحقیق کرد که برای فیزیک و شیمیای اتمسفری مهم بود. A new system of chemical philosophy. سال 1808 کتابی اساسی او درباره اتم ها که در آن اولین جدول اتمی عادی با ماسه نسبی عنصرها پیشنهاد شده است. ماسه های اتمی اولین عنصرها مثل هیدروژن، اکسیژن، کربن و نیتروژن از اینجا سرچشمه می گرفتند. در لندن هیکل او گذاشته شده است. نام او در یک چند واحد و مفهوم‌های علمی مانده است. دالتون یکی از واحد چندگانه ماسه اتمی، حالا یک اتم ماسه پروتون یک دالتون می باشد. قانون دالتون در فیزیک و کیمیا. جان دالتون شخصیتی پرمحبت به علم، خیلی فروتن و مهنت دوست بود و با وجود نبودن تحصیلات رسمی عالی به علم پایه گذاشت. گرچند که جان دالتون اساسهای نظریه اتمی را گذاشت، بعد او دیگران آنها را تکمیل و به تجربه های عمیق‌تر تقویت دادند. به مثال آمدئو آووگادرو در سال 1811 پیشنهاد کرد که گازهای گوناگون در حدود یک حجم برابر در حرارت و فشار یخیله مقدار برابر مولکول دارند. فکر او راه گشاد و فهمش فرق اتم و مولکول ها که دالتون آنها را آمیخته حساب میکرد. قانون مشهور آووگادرو و رقم آووگادرو 622 ضرب در درجه 23 ذره در یک مول از همین جا سر می شود. دویم عالم این دیمیتر ایوانویچ مندلیف بود که با تکیه به ماسه اتمی دالتون و دیگران در سال 1869 جدول دوره عنصرها را آفرید و جای عنصرهای نامعلوم را در جدول خالی ماند و بعدتر آنها را کشف کردند. نشان داد که نظریه اتمی پیشگویی علمی دارد. سوم جوزف جان تامسون در سال 1897 الکترون را کشف کرد. نشان داد که اتم تقسیم شونده است. این کشف نظریه دالتون را از نو ساخت. نظریه دالتون را از نو ساخت همچون دالتون فکر میکرد که اتم تقسیم نشونده است. چهارم ارنست رذرفورد سال 1911 پیشنهاد کرد که اتم مرکز یعنی یادرو دارد و الکترون ها در گرد آن حرکت می کنند. پنجم نیلز بار سال 1913 مدل کوانتی اتم را پیشنهاد کرد که الکترون ها در مدارهای معین حرکت می کنند. این نظریه امروز هم در فیزیک اتمی استفاده می شود. مدلی که ارنست رذرفورد کشف نموده بود اولین مدل سیاروی اتم شده بود. نظریه ساده ای دالتون آغاز راه بزرگ علم بود و اتم را همچون پارچه‌ای به فاصله توصیف کرده بود. اما امروز ما می‌دانیم که اتم خود از الکترون، پروتون و نیوترون عبارت است. اما دالتون اولین شده مفهوم اتم همچون واحد ساختی ماده را به علم درآورد و همین پایه کیمیای معاصر گردید. نظریه دالتون اساس گذاشت ولی بعدتر عالمان فهمیدند که یکم اتم تقسیم شونده است. دالتون فکر میکرد اتم به تغییر و تقسیم نشونده است،
اما سال 1897 جوزف جان تامسون الکترون را کشف کرد، نشان داد که اتم ها ذره های داخلی دارند. دوم، اتم ها از پروتون، نیوترون و الکترون عبارتند. پروتون کشف ارنست رذرفورد در سال 1917 می باشد. نیوترون کشف جیمز جدویک سال 1932 می باشد. این نشان داد که اتم ها ساختاری مرکب دارند. سوم، اتم ها یک عنصر می توانند ایزوتوپ باشند. مثلا اتم های کربن می توانند ماسه 12، 13 یا 14 داشته باشند. این چیز در زمان دالتون معلوم نبود. چهارم، مدل های نوی اتمی پیدا شدند. مدل کلچه مویز به حساب می رفت که این مدل از طرف تامسون اختراع شده بود. مدل سیاروی از طرف رذرفورد و مدل کوانتی بور باشد از طرف بور و بعدتر مدل مکانیکی کوانتی که حالا استفاده می شود اختراع شده بود. عالمان مهم بعد از دالتون این جوزف تامسون می باشد که اساسگذار الکترون، رذرفورد یادروی اتم و پروتون، نیلز بور سطح‌های انرژی الکترون ها، جیمز جدویک نیوترون، مندلیف که با جدول دوری الیمنت ها نظریه اتمی را به ترتیب آورد. عنصرهای شیمیایی به حساب می روند. نظریه جان دالتون آغاز راه فهمیش ماده بود. او با تجربه های عادی و دیدی روشن ایده را پیشنهاد کرد که دیرتر با کشفیات های فیزیکی های بزرگ تکمیل یافت. اینچنین دالتون کرونولوژی اساسی نظریه اتم نیز بود. سال 1801 جان دالتون نظریه اتمی را پیشنهاد کرد. آنها اتم ها ذره های خرد تقسیم نشونده و اساسی ماده می باشند که در سال 1803 نیز تدقیق کرده بود. سال 1869 باشد دیمیتر ایوانویچ مندلیف جدول دوره الیمنت ها را ساخت. در اساس ماسه اتمی ترتیب داده شده بود. سال 1897 باشد تامسون الکترون را کشف کرد. مدل اتمی کلچه مویز اتم از ماده ماسه‌اش مثبت با الکترون داخلش عبارت است. سالهای 1909-1911 رذرفورد تجربه ذره های الفا و کشف یادروی اتم پی برد که اتم اساساً خالی است و ماسه در یادرو متمرکز است. سال 1913 نیلز بور مدل نوی اتم با اوربیتال های معین الکترون جاری کردن کانسپنسیای سطح انرژی. سال 1932 جیمز جدویک نیوترون را کشف کرد که ذره بی نیوترال در یادرو بود. سال 1920-1930 مکانیک کوانتی هایزنبرگ، شرودینگر و دیگران مدل های کوانتی اتم الکترون ها نه در اوربیتال های دقیق بلکه در ابلاست احتمالی قرار دارند. دالتون اولین بود که اتم را همچون اساسی ساختاری ماده فهماند. با گذشت وقت عالمان فهمیدند که اتم ها ذره های باز خردتر دارند. جان دالتون 26 ایولی سال 1844 از دنیا چشم پوشید.